25 کیلو اول ریخته میشه داخل دستگاه تامبلر و حالا 50 کیلو، حالا 75 کیلو و 100 کیلو. تامبلر آماده برای کار. خب ما برای جوجه مراکشی هم حتی زعفرون اصل کائنات رو استفاده میکنیم که طعم بهتری بگیره. رفت برای اینکه تامبلر بشه و اون مارینیت و زعفران به خورد پروتئین بره. ما برای اینکه شرکت ها و ارگان ها بتونن یک پخت یک دست و هماهنگ رو داشته باشه از دستگاه اتومات استفاده میکنیم که هم از لحاظ بهداشتی و هم از اینکه پخت یک دستی داشته باشه، همه پرسنل ارگان ها و شرکت و سازمان های طرف قرارداد ما از پخت یکسان برخوردار بشن. جوجه کباب در دستگاه تامبلر طعم‌دهی داده شده، مارینیت شده. در دستگاه تامبلر جوری طعم‌دهی انجام میشه که تمام بافت جوجه طعمو بگیره و یک نواخت باشه طعمش. میبینین که داره پورسیون میشه برای شرکت هایی که درخواست جوجه کباب در ظروف مایکروویوی دارن، داره آماده میشه.